خیلی فکر میکنن هر چی ضد یخ بیشتری بریزن موتور بهتر محافظت میشه، ولی این اشتباه یکی از خطرناکترین چیزاییه که میتونه به ماشین آسیب بزنه، مخصوصا وقتی ضد یخ خالص رو بدون ترکیب بریزید، چون سیستم خنک‌کاری رو فلج میکنه. ضد یخ همیشه باید با آب مقطر یا آب دیونیزی ترکیب بشه، معمولا به نسبت حجم 50-50 که بهترین محافظت و کارایی رو میده. اگه ضد یخ رو خالص بریزید، توانایی انتقال حرارتش به شدت کم میشه، جریان به درستی گرما رو از موتور خارج نمیکنه و در عمل موتور شما حتی در هوای سرد هم داغ میکنه. وقتی ضد یخ بیش از حد غلیظه، ویسکوزیتش بالا میره و فشار مضاعفی به واترپمپ وارد میکنه و استهلاک اون رو افزایش میده. اگر هم خیلی رقیق باشه، علاوه بر اینکه خاصیت ضد یخ و ضد جوشش رو از دست میده، ویژگی‌های مهم ضد خوردگی رو از دست میده که باعث پوسیدگی قطعات داخلی موتور میشه. برای هر ماشین باید از ضد یخ مناسب همون فناوری استفاده کنی. رنگ فقط یک نشونه است: آبی، سبز، بنفش، قرمز، که نوع افزودنی‌های ضد خوردگی رو نشون میده. به هیچ عنوان ضد یخ با رنگ‌های متفاوت رو نباید قاطی کنید، چون ممکنه واکنش بدن و با ایجاد ژل و رسوب کل کانال‌های موتور و رادیاتور رو ببندن و نابود کنن. پس یاد باشه ضد یخ مناسب و به اندازه طول عمر و سلامت موتورت رو تضمین میکنه. همیشه دفترچه راهنمای ماشینت رو بخون تا نسبت ترکیب و نوع مناسب رو پیدا کن. تو کامنت‌ها برام بنویس تو چجوری از ضد یخ استفاده می‌کنی.